بررسی سریال چچکال یعنی روز شغال. سلام چطورین خوبین؟ من بابش دادرس هستم. امروز اومدیم با بهترین سریال یعنی سریال روز شغال در خدمتتون هستم. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. با ادامه ویدیو با ما همراه باشید. رمان روز شغال محصول سال 1971 میلادی نوشته فردریک فورسیس است که در سال 1973 میلادی به عنوان منبع ساخت فیلمی به همین نام ساخته فرد زینمان مورد استفاده قرار گرفت. این فیلم داستان توطئه راست افراطی برای ترور رئیس جمهور فرانسه شارل دوگل در سال 1963 میلادی با استفاده قاتلی با کد رمز شغال است. کتاب بر اساس یک تلاش ترور واقعی از میان 30 تلاش برای ترور شارل دوگل است، ولی جزئیات آن داستانی شده است. پس همین داستان نیز منبع الهامی برای ساخت سریال روز شغال برای سرویس آنلاین پیکاک بوده است. این سریال کلیت روایت داستانی خودش را از این کتاب الهام گرفته اما داستان را بروز کرده است. همین نیز منجر به ساخت یک اثر مهیج و هیجان انگیز شده که از طرح داستانی فشرده و توسعه شخصیتی قوی برخوردار است. در این سریال یک ترور در فاصله بسیار دور باعث می شود که بیانکا پولمن با بازی لاشانا لینچ در تعقیب قاتلی قرار بگیرد که این ترور غیر ممکن را انجام داده است. این ترور توسط قاتلی انجام شده که به نام شغال با بازی ادی رادامین شناخته می شود. همین نیز توجه شخصیت‌های قدرتمند و ثروتمند را جلب کرده، کسانی که به دنبال آن هستند تا جلوی به ثمر نشستن تلاش‌های جدید در زمینه شفافیت مالی را بگیرند. آنها این قاتل را استخدام می‌کنند تا مرد مسئول شفافیت مالی را بکشد و این در حالی است که بیانکا در حال شکار مردی است که ردی از خودش به جای نمی‌گذارد و به نظر می‌رسد که یک شکار پرتنش در سراسر اروپا در حال انجام است. در حالی که فیلم اصلی روز شغال هنوز هم داستان جذابی برای این اقتباس سریالی ایجاد کرده، اما این سریال از رویکردی تازه بهره برده است. این اثر به خوبی درون گفتگوهای معاصر پیرامون نابرابری جهانی و عدم شفافیت مالی جا گرفته و این در حال است که با استفاده از فناوری و محیط مدرن احساس هیجان انگیز و جاسوسی خودش را دو چندان کرده است. این اثر توانسته تصورات بسیار باورپذیری از بازیگران قدرتمند خودش برانگیزد و در این حال نیز تعقیب و گلیز بین بیانکا و شغال را به اوج برساند و به مخاطرات متنش بیفزاید. فیلمنامه سریال توانسته فرصت‌های فراوانی برای پیچش‌ها و افشاگری‌ها فراهم کند و این موارد نیز به خوبی توسعه پیدا کردند. ادی رادامین در نقش قاتل اصلی توانسته اجرای طبیعی داشته باشد و این در حالی است که در هنگام کار این قاتل را به خونسردی هوشمندانه به تصویر می‌کشد و در کنار همسرش نوریا با بازی اورسولا کوربرو جذابیت و گرمی خوبی دارد. این قاتل لزوماً یک روانپلیش و جامعه ستیز نیست و داستان نیز از زمان روایی اضافه استفاده می‌کند تا این شخصیت را توسعه بدهد و زندگی اون در خون را نشان بدهد و همچنین جزئیات بسیار بیشتری از نقطه‌های استادانه بی را به نمایش در بیاورد. تا لینچ به همان اندازه نیز در نقش بیانکا عالی ظاهر شده است و تحریک کننده باهوشی است که با این وجود در این تقلید بسیار نزدیک به این می شود و مایل است از مرزهای افلاطی عبور کند تا دشمن دست نیافتنی خودش را پیدا کند. همانطور که بیانکا و شغال به طور فزاینده‌ای ناامید می شوند، سریال به خوبی علایق و تاکتیک های آنها در مقابله دیگر را به نمایش می گذارند. سریال روز شغال یک اثر مهیج قوی و پرتنش است. در مجموع، سریال روز شغال یک سریال فعلی است که داستان اصلی را بروز کرده و حسی تازه و پا جنب و جوشی به آن بخشیده است. این یک اثر پرت تعلیق و با سرعت خوب است و به بیننده اجازه می‌دهد تا حسی دلنشین نسبت به مناظر اروپایی و محیط سریال داشته باشد، اما به ندرت تمرکز خودش را از روی بازیگران اصلی برمی‌دارد. لاشانا لینچ بار دیگر به عنوان یک مأمور باهوش اما سرسخت به دنبال حضورش به عنوان مأمور 007 ناامید در فیلم نوتایم تدای حضور پیدا کرده، اما توانسته حس و حال متفاوتی به شخصیت بیانکا ببخشد. ظرفیت بارز ادی رادامین برای کمبیانی و ظرافت برای تجسم شخصیت شغال واقعاً بسیار خوب عمل کرده و باعث شده تا این شخصیت یک قاتل هوشمند نشان داده شود که برای انجام قتل‌های غیر ممکن روی مهارت و برنامه‌ریزی تکیه می‌کند. این سریالی است که به جای حقه‌ها روی پلان‌های قوی متکی است و همین نیز به نفع آن شده است.
فیلم‌ها و سریال‌ها درباره جاسوس‌ها و آدمکش‌ها این روزها تقریباً زیاد هستند، چرا که آنها روش همیشگی برای ایجاد شبکه‌ای از عوامل قدرتمند است که در مکان‌های شلوغ کارهای غیر ممکن انجام می‌دهند. وقتی که آنها خوب، مبتکر و خوش‌نفس باشند، هیجان انگیز هستند، اما در این حال اینکه یک اثر مهیج و جاسوسی را بتواند در میان این زیر ژانر برجسته و متمایز کرد، کار بسیار دشواری است. سریال روز شغال سعی ندارد تا چیز جدیدی را خلق کند، فناوری‌های آینده محور به تأثیر بکشد یا ترکیب ژانر بدی به مخاطبان ارائه کند، بلکه یک اثر ساده اما به زیبایی ساخته شده، با بازیگران به خوبی انتخاب شده و همچنین توانایی ساختاری خوبی است که می‌تواند تنش را حفظ کند. علاوه بر این سریال یک اثر هیجان انگیز خوب و قابل تماشا است که بینندگان را در طول مدت تعریف به گلیز شخصیت‌های اصلی معجوب خودش نگه می‌دارد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.